دختر به پدر و مادر خود گفته که پدر جان، مادر جان، مرا به یک شخص خیلی فقیری که حتی اتاقم نداشته باشه، اتاق نداشته باشه، در پارک خیمه زده باشه، اما با غیرت باشه، متدین باشه، مرا امر بکنه که روی تا برادرم نبینه، به همون شخص بده. من الحمدلله عزت دارم، برای من عزتم کافی است. صحابه اینطور نبودن، نه زندگی مرفه داشتن، نه موترهای لوکس داشتن، نه بیلدینگ های خیلی چندین منزل داشتن و نه وزارت ها و ریاست ها داشتن. مردم با غیرت و با عفت و با حشمت بود. الله عزت برشان داده. کجا رفته از ما، کجا کوچ کرده؟ آخر زمان است. اعمال انسان